اول از همه. دوما دکور کردم. فکر کنم یه شال سیاه رو بندازم روی این که یه ذرم نارنجیش معلوم باشه، ولی با وجود اینکه همه اونا نارنجی هن، اینم نارنجیه، ممکنه یه ذره دلو بزنه. واسه همین فکر کنم یه چیز سیاه روش بندازم. خب فکر کنم بد نشد. اینجا هم یه بتمن نهفتی داریم. الان اینو دیدم، خیلی وحشتناکه که روی خودش یه دونه چش داره. جدی ترسیدم، واسه همین اونوری میذارمش. خفه شو. اوکی، من میدونم این قدر یه تالار دکور هالووینه، ولی من میخوام همه رو اینجا بچینم که وقتی اینجا لتس پلی های هالووین رو میگیرم همه چیزایی که خریدم حتما معلوم باشن. خدای من فقط تموم کنین مریضی. الان 2 هفته شده. عنکبوت این کار هیچ وقت تنها انجام ندید. اوکی، همیشه قبل ویدیوها به همه چی فکر کنید. خیلی آسون بود. من دوستش دارم. شما رو نمیدونم. حالا باید اونجا هم درست کنیم. این یه تیکه توی ویدیو هم خیلی معلوم میشه. ضد نور. الان اینو میخوام سرهم کنم. نمیدونم. اگه که براتون سوال پیش اومده، 3-4 سال پیش از چقدر ساله انقلاب مغازه‌هایشون که چیزای پزشکی میفروشن خریدم، ولی فکر کنم برای همین کار باشه، خیلی به درد چیزای پزشکی نمیخوره. این کوفتی هم آماده است. پاش افتاد. یه چیزی یادم رفت، آویزون میشم. اوکی. هیچ فرقی نکرد با قبلش. خب آخر از همه میخوام اینو وصل کنم که فکر کنم به اندازه اون تار عنکبوت کار سختی باشه، ولی با هم دیگه قرار وصلش کنیم. دوستان تار عنکبوت روش باشه، ولی اصلا حوصله ندارم همه چی رو جا به جا کنم. بد نشد، باحال میشه تو ویدیو. و آخر از همه این فقط به خاطر سرماخوردگیم. اوکی، فکر کنم خوشگل شد. برای فعلا همه چی آماده است. فقط دوست دارم شب بشه، همه اینایی که چراغ دارن و شمع‌ها رو همه رو روشن کنم، چون فکر کنم توی شب از همه حالتش خوشگل تر باشه. اون چراغ ماینکرافت من باتری نداره، بعد بهش باتری بندازم، برای اینکه همه لتس پلیامون ترسناکه و شب با چراغ خاموش بازی میکنم. بعد یه فکری به حال نورم بکنم. بعد فکر کنم این شمع یه شبه وسط مثلا یکی از ویدیوها ممکنه تموم بشن، واسه همین شمعم باید بخرم. ولی کلا مرسی که با هم بودین که اینجا رو درست کنم. اگه که شما اتاقتون رو یا خونتون رو هالووینی تزیین کردین، حتما منو تگ کنین. اسم من میاه. مرسی از اینکه ویدیو